سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به پادکست امنیتی سکیوریتی تیپ، جایی که شما را با امنیت دیجیتال آشنا می سازیم. در این سلسله پادکست ها به اساسات امنیت دیجیتال توجه می کنیم. هدف این است که با اصول امنیتی همه محصولات و وسایل مرتبط آشنا شویم. امروز یاد می گیریم که چگونه به صورت کاملا ناشناس در اینترنت گشت و گذار کنیم، با تمرکز بر مرورگر تور. در قسمت‌های قبلی ما دیدیم که چگونه بهتر می‌توانیم آنلاین از خود محافظت کنیم، چه با استفاده از اقدامات ابتدایی مانند استفاده از HTTPS یا با ابزارهای پیشرفته‌تر مانند یک VPN. باید به یاد داشته باشیم که این دو ابزار فقط ترافیک شما را محافظت می‌کنند. اگر ترافیک شما با یک VPN رمزگذاری شده باشد، این به این معنی نیست که شما ناشناس هستید. حتی اگر VPN به شما اجازه می دهد که مکان اتصال خود را تغییر دهید، آدرس IP شما باز هم نشانه های زیادی در فضای آنلاین به جا می گذارد. هر بار که شما یک سایت را بازدید می کنید، کامپیوتر یا گوشی شما به طور خودکار مقدار زیادی از اطلاعات فنی از جمله زبانها، سیستم عامل، نسخه مرورگر و غیره ارسال می کند و از این اطلاعات یک اثر دیجیتالی ایجاد می شود که مانند اثر انگشت شما را به یک شخص منحصر به فرد تبدیل می کند که با آسانی در اینترنت قابل شناسایی است. برای فهمیدن نوع و تعداد نشانه هایی که به جا می گذارید، امیونیک کمک بسیار ارزشمندی است. برای اینکه درک کنید چه اطلاعاتی اثر دیجیتالی شما را تشکیل می دهد، یک بار به سایت amunionic.org سر بزنید. وقتی به این سایت مراجعه می کنید، امیونیک مرورگر اینترنتی شما را طوری بررسی می کند که انگار کامپیوتر شما را زیر پرتوهای X گذاشته باشد. همه چیز را بررسی می کند: نسخه مرورگر شما، سیستم عامل، اندازه صفحه نمایش و حتی فوندهایی که نصب کرده اید. این کمی شبیه به گرفتن اثر انگشت دستگاه شماست. سپس این سایت اثر انگشت دیجیتالی شما را با سایر بازدید کنندگان مقایسه می کند. هدف چیست؟ نشان دادن این که شما چقدر در اینترنت منحصر به فرد هستید و در 99% موارد شما منحصر به فرد هستید. بنابراین در اینترنت به راحتی قابل شناسایی هستید. خوشبختانه راه‌حل‌هایی برای نامعلوم ماندن در اینترنت وجود دارد، مثل نصب و استفاده از مرورگر تور که می توانید آن را از سایت https://torproject.org دانلود کنید. تور شبیه به یک ابرقهرمان در حفاظت از حریم خصوصی آنلاین است و علاوه بر این رایگان است. نحوه نصب و استفاده از آن به این صورت است: بر سایت رسمی تور به آدرس https://torproject.org مراجعه کنید. 2. روی دکمه دانلود مربوط به سیستم عامل خود کلیک کنید. 3. پس از دانلود فایل، نصب آن را طبق دستورالعمل‌های روی صفحه انجام دهید. 3. پس از دانلود فایل، نصب آن را طبق دستورالعمل‌های روی صفحه انجام دهید. 4. بعد از نصب، مرورگر تور را باز کنید. 5. منتظر بمانید تا تور به شبکه وصل شود. ممکن است چند ثانیه طول بکشد. 5. منتظر بمانید تا تور به شبکه وصل شود. ممکن است چند ثانیه طول بکشد. 6. تمام شد. اکنون می توانید به صورت ناشناس در اینترنت مرور کنید. مرورگر تور تلاش می کند که همه کاربران خود را از نظر ظاهری یکسان کند تا ردیابی شما سخت‌تر شود. وقتی از مرورگر تور استفاده می کنید، اطلاعات مانند این که شما از نسخه ویندوز 10 استفاده می کنید، زبان اصلی این برنامه انگلیسی است و بیشتر باید از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید. مرورگر تور به سایت هایی که بازدید می کنید دروغ می گوید و اثر دیجیتالی واقعی شما را تغییر می دهد. علاوه بر اثر دیجیتالی، تور مکان جغرافیایی شما را نیز مخفی می کند، زیرا مانند یک VPN عمل کرده و مکان واقعی اتصال شما را پنهان می کند. با این حال، برخلاف VPN که مدیران آن می توانند همزمان بفهمند که شما از کجا متصل شده اید و به کجا متصل می شوید و در نتیجه ناشناس بودن شما را از بین ببرند. عملکرد مرورگر تور به گونه‌ای است که هیچ نقطه‌ای از شبکه نمی تواند همزمان منبع و مقصد یک اتصال را بداند
خلاصه این که هیچ کس نمیتواند بفهمد شما از کجا متصل شده اید، واقعا کی هستید. تنها اطلاعات کسی که ارتباط شما را نظارت می کند می تواند به دست بیاورد این است که شما از تور استفاده می کنید که این اطلاعات بسیار کمی است. اما چگونه می توان تور را به طور مؤثر استفاده کرد؟ افزونه‌های اضافی نصب نکنید، زیرا ممکن است ناشناس بودن شما را به خطر بیاندازد. سعی کنید از طریق تور به حساب‌های شخصی خود وارد نشوید، زیرا ممکن است هویت شما را افشا کند. اسنادی که از طریق تور دانلود می کنید را هنگام اتصال به شبکه باز نکنید. در نهایت، اگر در کشوری هستید که استفاده از تور ممنوع است، از آن استفاده نکنید، زیرا همانطور که قبلا توضیح داده شد، پنهان کردن استفاده شما از تور از ارائه دهنده خدمات اینترنتی دشوار است. البته یک تکنیک برای پنهان کردن استفاده از مرورگر تور وجود دارد که به آن پل‌های تور گفته می شود. اما این یک تکنیک پیشرفته است که در این پادکست به آن پرداخته نمی شود. با تمام اطلاعات اساسی که در 3 پادکست گذشته به شما داده ایم، می توانید به صورت کاملا ناشناس در اینترنت گشت و گذار کنید بدون اینکه اثری از خود باقی بگذارید. اما این نیاز به دقت و سختگیری بیشتر دارد. تشکر از شما که ما را همراه هستید. برنامه‌های بعدی ما را نیز شنونده باشید. تا پادکست بعدی، خدا